صدای مورد علاقت چیه؟ میتونه هر صدایی باشه. صدای مامانه. واقعا میمیرم برات. دمت گرم، اصلا نیازی نبود انقدر واسه ما وقت بذاری، خودت تو یادت بره. مامانم به نظرم خدا بود. مادرم جاودانه کرده منو بدون که خودش جاودانه باشه. نترس. ترس آدمو ضعیف میکنه شیدا. مراقب باش ولی از هیچی نترس. ببین مادر، ببین مادر، ببین مادر زمستونه، ببین احوالمو که مثل موی تو پریشون. واسم رخته غذا تن کن، همینجا شب روشن کن که امشب حال من عین شب شام قریبونه. گفت خدایی از این معافیه معلوم نمیشد. حالا زینب زمان منم. یه جوری گریه کن دنیا به فهم مادرم اینجاست. تو میدونی فقط که پرک‌های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم، به هم نزدیک شد نزدیک، سنجاق سرم اینجاست.